اسناد و مدارک موجود گذشته ایران را برای من بازگو کرده و می کنند. گذشته‌ای که با امروز تفاوت بسیار دارد، گذشته‌ای که بیگانگان سرنوشت ما را می نوشتند و ملت ما سرد و گرم روزگار را چشیده است. مردم ایران دسیسه های 1907 و 1919 را برای تقسیم این مملکت از یاد نبردند. رستاخیز نمیتواند یک نیروی محافظه‌کار و خواستار در جا زدن باشد. رستاخیز جنبشی است برای تغییر و تحول و پیشرفت بر اساس 3 اصل بنیادی که زیربنای تفاهم ملی ما را تشکیل می‌دهد. 15 سال تلاش و کوشش به رهبری فرمانده انقلاب ما را در میان ملل جهان به بالای سکوی افتخار رسانید. مملکت ما ضرورت نیز دارد که ارتشی قوی داشته باشد. شاهنشاه فرمودند سازندگی ایران به حدی است که ما کمبود آدم داریم و این آدم‌ها را با 1000 زحمت از ممالک دیگر می‌آوریم. اگر فردوسی قرن 16 آرزوها، حرمانها، ناکامیها و دردها و غمهای ملت ایران رو به ثبت رسوند و شاهنامش جاویدانی شد، شاهنشاه آریامهر میخواهند در قرن 26 شاهنشاهی اقتدار ایران رو به ثبت برسونند. یک جمله میگم تموم میکنم. در زمانی که رستاخیز ملت ایران اعلام شد، شاهنشاه فرمودند که من میخواهم یک سازمان سیاسی در این مملکت به وجود بیاید که اقتدار و قدرت ایرانی جاودانه بشود. مبارزه با بیسوادی، رایگان شدن تحصیلات، توجه به مقام معنوی و مادی معلم، اوامر اکید شاهانه در مورد اجرای نظام کارانه برای فرهنگیان کشور، تغذیه رایگان دانش آموزان و 10 برنامه انقلابی آموزشی راههایی بود که ملت ایران را به سوی تمدن بزرگ که خواست رهبر اندیشمند ماست. ای رضا شاه، ای سردار بزرگ، ای نجات دهنده ایران، آسوده بیارام که فرزند تو بیدار است. جاوید شاه، پاینده ایران. آه ای ایران،